الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. موضوع ما پیرامون آداب روزه هست. الله سبحانه و تعالی روزه ماه مبارک رمضان را برای ما فرض کرده، برای مسلمان ها فرض نموده. این روزه از خود آداب دارد. آداب این روزه چیست و چگونه ما روزه بگیریم تا روزه ما یک روزه بشه که مقبول درگاه الهی واقع شود. الله سبحانه و تعالی میفرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای اهل ایمان روزه برای شما فرض کرده شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانچه که به امتهای قبل از شما فرض کرده شده بود. ثمره و نتیجه چیست؟ لعلکم تتقون، تا شما متقی شوید، پرهیزگار شوید. لعلکم تتقون، تا اینکه شما تقوا را پیشه خود بسازید. وقتی انسان متقی شد، انسان متقی با ادب هست. هدف از روزه گرفتن اینه که انسان با ادب بشه و خود این عبادت، خود این رکنی که از ارکان اسلام هست روزه، آداب داره. آداب روزه به دو قسم میشه. یک قسم آدابی داریم که واجب هست و یک قسم آدابیه که مستحب هست. آداب که واجب هست که انسان باید وقتی روزه داره اینها را رعایت بکنه چیست؟ کدام آداب است که واجبه که تو خواهر مسلمان، تو برادر مسلمان وقتی روزه گرفتید، زحمت کشیدید، از ابتدای روز تا انتهای روز چیزی نخوردید، خود را از اکل و از شرب و از مسائل دیگر خود را باز داشتید، حالا میخواهید که روزه تو یک روزه باشه که به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چنین روزه باشه، پس باید این آداب را رعایت کرد. از جمله آدابی که واجب هست، آداب واجب اجتناب از دروغ. یک کسی که هر مسلمان باید از اینها اجتناب بکنه، خصوصا کسی که روزه داره، کسی که خود را از اکل و شرب باز داشته و میخواه به وسیله این عبادت قرب و منزلت پیدا کنه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی، باید که این آداب را رعایت بکنه. آدابی که رعایت کردنش واجبه. این آداب اجتناب از دروغ، صائم باید اجتناب کنه از دروغ گفتن. اجتناب از غیبت. غیبت روزه را به هم میزنه. کیفیت روزه، معنویت روزه، تأثیرات روزه. اجتناب از نمیمه، سخنچینی. اجتناب از شهادت زور، شهادت دادن به دروغ. اجتناب از غش در معاملات. اینها مسائلیه که در تمام عمر باید مسلمان از اینها اجتناب کنه،
خصوصا یک مسلمان وقتی که روزه داره. اگر کسی روزه داشت دروغ گفت، غیبت کرد، نمامی کرد، سخنچینی کرد، خود را از حرام دور نکرد، معاملاتش غش بود، آلوده به حرام بود، این فقط به تعبیر همان حدیث رسول صلی الله علیه وسلم که چی بسا انسانهای روزه دارن جز گرسنگی برایشان چیزی نمیمانه و انسانهای شب زنده‌داری دارن، شب زنده‌داری اینا به خاطر الله نیست، جز خستگی چیزی دیگری برای اینها نمیمانه. این از آداب واجب که گفتیم که دو نوع آداب داریم در قسمت روزه، آداب واجب هست و آداب مستحب. آداب مستحب و آدابی که سنت هست و مستحب هست در روزه تأخیر سحری است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند در سحری تأخیر کنید و در افطار عجله کنید. نه آنقدر که تأخیری که روز داخل بشه، صبح داخل بشه، طلوع صبح بشه، تأخیری که شریعت اجازه داده. و تعجیل نه چنان تعجیلی باشه که هنوز خورشید غروب نکرده انسان به افطار عجله کنه. عجله کن به چی؟ به این که شریعت برای تو اجازه داده. یعنی به اصطلاح امروزی اذانها واضح و مشخص شده. اذان صبح و اذان مغرب وقتی صدای الله اکبر بلند میشه، وقتی گلاس آب به دست توست، وقت سحر وقتی گفته شد الله اکبر که دانستید که وقت سحری در حال تمام هست، به الله اکبر گلاس آب را بگذار. در وقت افطار به مجردی که گفته شد الله اکبر، به الله اکبر گلاس آب را بردار، چون به فرمان الله روزه گرفتیم، به فرمان الله افطار میکنیم. از جمله آداب روزه اینه که انسان وقت افطار میکنه به خرما افطار کنه، اگر خرما نبود به آب افطار کنه. این از جمله آداب روزه هست. وقتی که میخواد افطار بکنه، آداب دیگر، وقت افطار وقت اجابت دعا هست. هنوز که لحظات به اذان مانده، لحظات به غروب مانده، انسان دست به دعا بلند کنه، دعا کنه در حق خود، در حق پدر و مادر، در حق اقربا و خویشاوندان، در حق کشور خود، مملکت خود، در حق همه امت اسلامی، در حق همه دعا کنه. وقتی که صدای اذان بلند شد، از جمله آداب روزه اینه که شخصی که روزه داره و مجردی که گلاس آب برمی داره یا خرما را برمی داره میگه ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. الله اکبر. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند برای صائمین دو فرحته. یک فرحت لحظه افطار هست، چقدر خوشحاله که انسان گلاس آب به فرمان الله می نوشه، دست به غذا می بره، چی لذتی داره. یک فرحت لحظه‌ای که دیدار پروردگار عالم نصیب میشه، لحظه‌ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره میشه. الله تعالی همه ما را از دیدار خود محروم نگردانه. از جمله آداب روزه اینه که در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن زیاد داشته باشه، دعا زیاد داشته باشه، چون رمضان ماه نزول قرآن هست، رمضان ماه اجابت دعاست. در ماه مبارک رمضان اجر و ثواب مضاعف میشه، چندین برابر میشه. وقت تلاوت قرآن، وقت دعا، وقت صدقه، وقت نماز، وقت جود و بخشندگی. رسول صلی الله علیه و سلم همیشه سخاوتمند بودن. در ماه مبارک رمضان جود و سخاوتمندیشان بیشتر میشد. کمک به فقرا و مستضعفین به اینها در ماه مبارک رمضان و در وقتی که انسان روزه داره.
همچنین از جمله آداب روزه اینه که انسان کوشش کنه برای دیگر افطاری بده. حالا بعضی انسان ها فکر میکنن که حتما باید غذای درست بشه، از 100 نفر 50 نفر 10 نفر کمتر یا بیشتر. نه خیر، برای برادر مسلمان خود افطاری بده، ولو که به یک دانه خرما باشه، ولو که به جرعه آب باشه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی که یک برادر مسلمان خود را افطاری داد، وقتی او با همان دانه خرمایی که تو میدی، با همان غذایی که تو میدی، با همان جرعه آب و شیری که تو میدی، وقتی او افطار کرد، الله همان قدر اجر و ثوابی که برای از او عطا میکنه در نامه اعمال تو هم مینویسه. الله اکبر. چقدر لذت داره که در مساجد ما دسترخوان ها پهن بشه به خاطر صائمین. چقدر لذت داره که تجار ما در ماه مبارک رمضان همه ما تلاش کنیم که در خدمت صائمین، در خدمت روزداران قرار داشته باشیم. از جمله آداب روزه اینه که انسان همانطوری که در روز روزه هست، در ماه رمضان شب را شب زنده دار باشه. رسول الله میفرمایند، همانطوری که میفرمایند من صام رمضان، میفرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب زنده‌داری داشته باشه به خاطر الله، از روی اعتقاد و باور، از روی اخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله گناهانش را میبخشه. الله سبحانه و تعالی قلم عفو بر گناهانش میکشه. از جمله آداب روزه اینه که در ماه مبارک رمضان، در هر وقتی که شخص روزه داره، قهر و غضب از اطراف خود دور بسازه. نگه من روزه دارم. در رمضان عصبانی نباش. تو برادری که روزه داری متوجه باش که از جمله آداب روزه اینه که وقتی طفل در کنارتو میایه با او قهر نکن. وقتی شخصی از تو سوالی میکنه عصبانی نشو. من روزه دارم، از صبح چیزی نخوردم. در این راستا ماه مبارک رمضان باید اخلاق انسان زیباتر بشه، خلق انسان زیباتر بشه، محبت انسان نسبت به دیگران بیشتر بشه، جود و سخاوتمندی بیشتر بشه، رحم و شفقت و ترحم بیشتر بشه. پس به اینه که از جمله آداب روزه اینه که شخص وقتی روزه گرفت قهر و غضب و اعصاب خرابی و اینها را از اطراف خود دور بسازه. از جمله آداب روزه اینه که تمام ماه مبارک رمضان به عبادت باشه، خصوصا دهه اخیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر حال و هوای دیگری داشتن نسبت به عبادت پروردگار عالم. اگر کسی میتونه به سنت مبارک اعتکاف، خلوت با پروردگار عالم، اگر نمیتونه که در اعتکاف بنشینه، در خانه خود عبادت رو بیشتر بکنه. دهه اخیر، شب قدر، اینها مسائلیه که پیرامون آداب ماه مبارک رمضان هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که رمضان را دریابه و خود را به وسیله ماه مبارک رمضان، یعنی روزه رمضان و شب زنده‌داری رمضان، در عبادت رمضان خود را وارد جنت نگردانه، در حقیقت این انسان در خسران رفته، هلاک شده. رمضان ماهی که فتحت ابواب الجنه، دروازه های جنت باز هست، دروازه های جهنم بسته هست. شیاطین که دشمن بزرگ هست به زنجیر کشیده شده. دیگه چی میخوای ای انسان؟ ای خواهر مسلمان، ای برادر مسلمان، دروازه های جنت باز، دروازه های جهنم بسته، دشمن بزرگ، شیاطین به زنجیر کشیده شده، هنوزم بهانه مانده. پس به اینه که چی وقت ما میتوانیم به وسیله ماه مبارک رمضان، به وسیله روزه خود را از آتش جهنم نجات بدیم
که این آداب رمضان را رعایت بکنیم، آداب روزه را رعایت بکنیم. به هر حال الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که تنها قضیه من از اکل و شرب نیست، غریزه بازداشتن خود را از غریزه نفسانی نیست، باید آداب روزه را رعایت کرد. باید دست ما روزه داشته باشه، چشم ما روزه داشته باشه، زبان ما روزه داشته باشه، باید گوش ما روزه داشته باشه، باید پای ما روزه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی دست به طرف حرام دراز نشه، چشم به طرف حرام نبینه، گوش آنچه که رضایت الله نیست نشنوه، زبان آنچه که رضایت الله نیست نگه، پا در آن راهی که رضایت الله نیست نره. اینه که روزه ما روزه میشه که مورد پسند الله قرار میگیره، روزه میشه که غفر له ما تقدم من ذنبه، روزه میشه که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی یکی از دروازه های جنت را به نام باب الریان گذاشته و در حشر صدا میشه این الصائمون، کجا هستن روزه داران؟ آنهایی که روزه گرفتن که تمام شرایطش را انجام داده بودن، تمام آدابش را رعایت کرده بودن. این الصائمون، کجا هستن؟ صائمین برمیخیزن. تو خواهر مسلمان بلند میشی، تو برادر مسلمان بلند میشی، تو پدر موسفید بلند میشی، تو جوان عزیز بلند میشی، میگی یا الله من روزه گرفتم خاص به خاطر تو. الله سبحانه و تعالی میگه اون دروازه‌ای که باب الریان هست، الله اکبر، باب الریان، از او باب میگه داخل شوید. یا الله پروردگارا همه ما را در روز قیامت، در آن لحظه‌ای که همه پریشان هستند، در آن لحظه‌ای که همه در حال فرار از پیش هم دیگر هستند، در آن لحظه‌ای که همه متوجه نفس خود هستند، یا الله ما را از جمله صائمینی بگردان، روزدارانی بگردان که الله برای ما بگه بروید از باب الریان داخل جنت شوید. پروردگارا بر ما توفیق بده که تمام اعمال عبادی که ما انجام میدیم آدابش را رعایت کنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.